با سلام. در ادامه بحثمون ما میخوایم به یکی از ویژگی‌های خیلی مهم از چند جمله‌ای‌ها و اینکه پی به اهمیت چند جمله‌ای‌ها ببریم داشته باشیم. در ابتدا عرض کنم که این بحث مختص بچه‌های رشته ریاضی هست و برای بچه‌های تجربی در یک حدی هم مناسب میتونه باشه که دیدنش خالی از ضرر نیست، ولی صرفاً برای بچه‌های رشته ریاضی تدوین شده. بحثی به اسم بست تیلور و مکلورن یا مکلارن برای تابع fx حول نقطه A. آقای تیلور اومد برای تابع fx حول نقطه A و برای نقطه A با استفاده از مشتق یه دستوری رو معرفی کرد. این دستور خیلی مهمه. دقت بکنید. fx رو تو نقطه A اومد گفت که اول با خود fa برابره به اضافه f' مشتق اول تقسیم بر 1 فاکتوریل چون مشتق اوله x منهای a به توان 1 تجزیه x منهای a رو. بعد اومد گفت f زگند a مشتق دوم 2 فاکتوریل x منهای a به توان 2 و به همین صورت مشتق مرتبه نم که با f n a نشون میدیم تقسیم بر n فاکتوریل مشتق مرتبه نم x منهای a به توان n. اومد این عبارت fx رو اومد گفتش که تابع از هر نوعی که باشه من میتونم تو این قالب این رو گسترش بدم، میتونم این رو چیکار کنم؟ بست بدم. خب این دستور توی ریاضیه که دانشگاه تدریس میشه همیشه هم توی پایان ترمشون یا میان ترمشون یه سوال از این یک نمره‌ای بچه‌های ریاضیه که رشته‌های فنی مهندسی خواهند داشت. بست تیلور معروفه. در اینجا بعد از یادگیری این بحث میاد شخصی به نام آقای مکلورن میاد فقط تو نقطه صفر این رو در نظر میگیره و میگه که من نقطه x مساوی a رو میگیرم نقطه صفر و حول نقطه صفر در نظر میگیرم. یعنی تمام زحمات رو آقای تیلور میکشه که این بحث رو میاد مطرح میکنه. آقای مکلورن میاد میگه که من تو نقطه صفر حول نقطه صفر میخوام چند جمله‌ای ها رو چیکار کنم؟ بست یا گسترش داده باشم. اینه که میاد اسم خودش رو هم رده اسم آقای تیلور قرار میده و البته خب استفاده هایی رو داشته. به همین صورت نبوده که فقط بگی که من تو این نقطه بررسی میکنم. بعدها استفاده این رو خواهیم دید تو آموزش های قوی تر رشته های مهندسی. اینجا من به یه مثال برخورد میکنم. این مثال توی دهه 60 و تا سال مثلا 72-3 توی کتابای درسی بچه‌های رشته ریاضی تو تمرینای کتاب بود. میگفت که تابعی مثلا مثل x2 به علاوه x به علاوه 1 رو بر اساس توانهای نزولی x منهای 1 مرتب کنید که این تابع رو به صورت مرتب شده بنویسم. من از چند روش میتونم از این استفاده بکنم. میام این روش ها رو اشاره میکنم. در روش اول تعیین ضرایب مجهوله. یعنی اینکه تو این روش من میتونم عبارت داده شده رو یعنی x2 به اضافه x به اضافه 1 رو بنویسم a در x منهای 1 به توان 2. میتونه عامل توان 2 داشته باشه چون سقفش 2 هستش. بعد به اضافه b در x منهای 1 به توان 1 به علاوه یه عبارت ثابت دیگه مثلا مساویه با c رو برای من داشته باشه. اینجا من میتونم ضرایب رو چیکار کنم؟ به راحتی پیدا کنم. طرف دوم رو میتونم گسترش بدم. میشه x2 منهای 2x به علاوه 1. اینم که همون bx منهای b هستش ضرب کردم. بعد a رو ضرب کنم میشه ax2 منهای 2 تا ax به علاوه a. این bx منهای b به علاوه c همچنان هست و شکل استاندارد یا مرتب شده رو بنویسم. ax2 رو نوشتم. از جمله x این دوتا فاکتور میگیرم. از x فاکتور بگیرم اول b رو مینویسم منهای 2 تا a و مقدار ثابت هم که 3 جمله دارم a منهای b به علاوه c. خب میدونید که دو تا عبارت
x2 به علاوه x به علاوه 1 میخواد متحد قرار بگیره با یه عبارت دیگه که این رو ما تو عمل تقسیم هم این رو احتمالاً تو کتابات دیدید. یکی از روش‌های انجام عمل تقسیم هم روش تعیین ضرایب مجهول هستش. مقایسه میکنم ضریب x2 با ضریب x2 با هم برابره، پس a برابر میشه با 1. a که برابر با 1 باشه این میشه b منهای 2 به ازای a مساویه با 1، این میشه b منهای 2. ضریب x اینم برابر با 1 هست، پس b برابر میشه با 3 و a که برابر با 1 شده، b هم که برابر با 3 شده، عدد ثابت برابر با 1. اینجا یکا با هم حذف میشن، c هم میشه برابر با 3. یعنی من تونستم این عبارت رو بگم که این 1 b برابر با 3 هستش و عدد ثابت هم برابر با 3 هست. به راحتی این ضرایب رو تعیین کنم. یعنی من تونستم عبارت x2 x به علاوه 1 رو به صورت یه عبارتی به این فرم بنویسم. کنکور 67 رو اگه نگاه کنید، سراسری 67 یه عبارت به این صورت داده و گفته که مثلا این مقدار رو شما تعیین کنید که این مقدار حاصلش چقدر هست، که اونجا از مفهوم اتحاد من میتونم به راحتی عمل کنم و به جواب برسم. توی ادامه بحث این رو میخوام از روش دیگه‌ای مورد هدف قرار بدم. همین سوال رو میخوام به کمک تغییر متغیر حل کنم، ببینم که تغییر متغیر هم به جواب میرسه. عزیزان، تغییر متغیر یکی از تست‌های کنکور سراسری هم برای بچه‌های رشته ریاضی هم تجربی هستش و به شکل مستتر من این رو میتونم ببینم تو سوال‌ها که داره مطرح میشه. گفته که بر اساس توانهای نزولی x منهای 1 x منهای 1 رو برابر با t فرض میکنم. x میشه t به اضافه 1. حالا هر جا x دارم به چشم t به اضافه 1 نگاه میکنم. پس عبارت من مساوی میشه با t به اضافه 1 به توان 2 به علاوه t به اضافه 1 به علاوه 1. به توان میرسونم میشه t2 به علاوه 2 تا t به علاوه 1. یه t به اضافه 2 هم اینجا دارم، میشه t2 به علاوه 3 تا t به علاوه 3. حالا t چی بود؟ t x منهای 1 بود. حالا x منهای 1 رو جایگزین میکنم، میشه x منهای 1 به توان 2 3 تا x منهای 1 به علاوه 3. یادتونه اینجا تو مثال قبلی که حل کردیم a برابر شد با 1، b برابر شد با 3 و c هم برابر شد با 3. اینجا هم تونستم به زیبایی تمام و راحت‌تر از مرحله قبلی من به جواب برسونم. خب میرم سراغ روش بعدی. اینا نگاه‌هایی که افراد مختلف، نوابغ، دانشمندان ریاضی مختلف به حل مسئله داشتن. چه بسا روزگارانی مثلا طی شده تا مثلا یه تغییر متغیری کشف بشه، یا مثل شخصی مانند آقای تیلور و مکلارن بخوان از این دیدگاه مسئله رو به جواب برسونن. یعنی به این سادگی نبوده که شما دارید ملاحظه میکنید. در مثال بعدی که همون مثال هست، حالا نگاه آقای تیلور رو میخوام داشته باشم که تو نقطه 1 آقای تیلور اومد گفتش که یک بار مینویسم f(x) رو شما میتونید بنویسید f(a) به اضافه f' a 1 فاکتوریل x منهای a به توان 1 f زگند a 2 فاکتوریل x منهای a به توان 2. به همین صورت مسیر رو چیکار کنم؟ ادامه بدم. اول من باید f(1) رو حساب کنم. پس f(1) رو به دست میارم. f(1) مساوی میشه با 1 به علاوه 1 به علاوه 1 میشه 3. بعد باید f' رو هم حساب کنم. f' میشه 2x به علاوه 1 f' 1 بدم برابر میشه با 3 و f زگند رو هم باید حساب کنم که میشه 2. خب تاب ثابته تو هر نقطه برابر میشه با 2. حالا میرم سراغ بست آقای تیلور. بست تیلور رو براش مینویسم که ببینم که چی میشه. اول میشه f(1) یعنی اول میشه 3 به اضافه، بعد میشه مشتقش تقسیم بر 1 فاکتوریل یعنی 3 در x منهای 1 به توان یه دونه کمترش. بعدی میشه به اضافه f زگند یعنی 2 تقسیم بر 2 فاکتوریل، اینجا که میشه برابر با 1 در x منهای 2 به توان 2.
بعد دیگه مشتق سومی دیگه در کار نیست، یعنی F3Sش دیگه موجود نیست، برابر با 0. پس من تونستم این رابطه رو دوباره چیکار کنم؟ بسط بدم که به همون صورت که مقادیری بود که خدمتتون عرض کرده بودم که A برابر 1، B برابر 3 و C برابر با 3 هست. اینجا من خواستم با یه مثال نشون بدم که آقای تیلور خواست توی نقطه تابه رو بسط بده، گسترش بده، به این وضعیت اومد این رو انجام داد. حالا میام سراغ آقای مکلارن. مکلارن برای حل مسائلی که بعداً توی ریاضیات مهندسی هم بچه‌ها نیاز دارن، میاد حول نقطه A مساویه با 0 بسط رو انتخاب میکنه. اینه که میاد اسم خودش رو همردیف کنار آقای تیلور قرار میده. حالا میخوام برای سینوس x بنویسم. میگم که سینوس x مساویه با، اول میشه مقدار تابع، یعنی میشه سینوس 0 به اضافه مشتق سینوس رو بچهای رشته ریاضی میخونن. مشتق سینوس x برابر با کوسینوس x، اینو اثبات میکنن و حتی تو بحث نمودار هم خیلی مهمه که بچه تجربی هم بدونن. و مشتق کوسینوس x، یعنی یه بار دیگه مشتق بگیرم، میشه منفی سینوس x. مشتق سینوس میشه خود کوسینوس x، ولی مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس x. اول میشه f0 که میشه سینوس 0، بعد مشتقش میشه کوسینوس x. من باید 0 رو بهش بدم تو نقطه 0، میشه کوسینوس 0 این 1 فاکتوریل x منهای 0 به توان 1. خب این که حذف میشه، اینجا یه جمله میمونه که کوسینوس 0 1 میشه سینوس x برابر میشه با خود x. بعد جمله بعدی مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس 0 تقسیم بر 2 فاکتوریل x2 چون x منهای 0. بعد مشتق منفی سینوس میشه منفی کوسینوس، بعدی میشه منفی کوسینوس 0 تقسیم بر 3 فاکتوریل x3. به همین صورت این ادامه پیدا میکنه. کوسینوس 0 1 میشه منفی 1 3 فاکتوریل x3، یک در میون مثبت منفیه میشه 1 5 فاکتوریل x5 منهای 1 7 فاکتوریل x7. بی نهایت کوچک ها هم به اینها گفته میشه. هی داره چی میشه؟ عبارتمون داره اضافه میشه. نکته که خیلی مهمه اینه که سینوس تابع فرده. دیدید تابع فرد بود. اینجا هم توابع چی هستن؟ فرد هستن. توانا فرد، فاکتوریلا به شکل فرد. ما نهایتاً به 2 جمله از این نیاز داریم که اینجا چون به 2 جمله نیاز داریم همه رو نمی‌نویسم، هم ارزی می‌نویسم. میگم تو نقطه 0 هم ارزی رو من در ادامه توضیح میدم، چون دیگه با همش نمیخوام برابر بگیرم، با 2 تا برابر میگیرم. x منهای 3 فاکتوریل هم 1 شیشم x3 به دست میاد. توی منابع آموزشی بازار فقط اومدن روابط رو گفتن، اثبات بحث تیلور رو نگفتن که از کجاست. حالا ببینید به چه دردمون میخوره و نکته‌ای که میخوام بگم خیلی ظریف هست و کاربردش تو 402 رو خدمتتون ارائه خواهم کرد که خیلی مهم هست. پس من تا اینجا به این رسیدم که x منهای 1 شیشم x3 نمودار به این صورت خواهد بود. بحث تیلورش. برای بحث تیلور کوسینوس x دیگه اجازه بدید که اثبات رو به عهده خودتون بذاریم. کوسینوس x برابر میشه با ابتدای امر کوسینوس 0 میشه 1، دوباره 1 در میون مثبت در منفی، چون کوسینوس هم مثبت منفی داره، میشه 1 2 فاکتوریل x2، بعدی 1 4 فاکتوریل x4، 1 6 فاکتوریل x6 و بقیه جملات. دوباره من اینجا یه هم‌ارزی می‌نویسم حول نقطه 0. 2 جمله رو نیاز دارم. دوباره تابع کوسینوس تابع زوج، اینجا هم توانها همه داره زوج مشاهده میشه و اینکه 1 منهای 1 دوم x2 رو اینجا به عنوان یه هم‌ارزی، چون با بقیه برابر نگرفتم، این رو به این صورت تعریف خواهم کرد. اینجا یکی از توابع خیلی مهم رو میخوایم توضیح بدیم. تعریف 2 تابع هم‌ارز. تو فصل حد ازش استفاده میشه. فعلا اولین کاربرد. گفته میشه که 2 تا تابع fx و gx رو وقتی که x به سمت a میل میکنه با همدیگه هم‌ارز میگن اگه تو این نقطه حدشون با همدیگه چی باشه؟ برابر باشه. 2 تا تابعی که توی نقطه حد یکسان داشته باشن میتونن هم‌ارز تعریف بشن. این تعریف هم‌ارزیه. یا به عبارت دیگه وقتی که حدشون یکسان میشه، حد حاصل تقسیمشون چون L تقسیم بر L میشه برابر میشه با 1.
هر جا دیدید که لیمیت fx به gx تو نقطه x مساوی a برابر 1 شد، یاد این همارزی بیفتید. یعنی هر جا دیدید حدتون برابر عدد 1 شد، یعنی صورت و مخرج تو این نقطه با همدیگه چی هستن؟ همارز هستن. به عنوان مثلا سینوس x میتونه با یه جمله x همارز باشه. فقط یک جمله از همارزی رو گرفته که سینوس x همارز با x تو نقطه 0. بنابراین لیمیت سینوس x به x برابر با 1 میشه. کتاب حسابان بی‌انصافی کرده، تو حل یه مثال فقط اومده تو حل اون مثال گفته سینوس x رو گرفته 1. حتی توضیح هم نداده. کتاب حسابان 11 رو نگاه کنید، حتی توضیح هم نداده. تو رفع ابهام 0 مثلثاتیه اومده همین رو روش خط زده، گفته که این میشه 1. این داستان داره، این داستان تیلور مکلورن، بعد دو تابع همارز داره که اینجا یک جمله رو دقت کنید نوشته که برابر با این هست و به این همارزی رسیده. حالا نکته‌ای که میخوام بگم خیلی مهمه و ما ازش تو کنکور 402 الان استفاده میکنیم، 402 ریاضی، اینه که وقتی که دو تا تابع با همدیگه همارز هستن، وقتی دو تا تابع با همدیگه همارز هستن، این به این مفهوم نیست که اینا با همدیگه نمودار یکسان دارن. نه آقا، شما میدونید که نمودار x اینه، این y مساویه با x، بعد نمودار سینوس به این صورته، از پایین‌تر میاد به این صورت نمودار. این نمودار سینوسیمون هست چون فقط تو یه نقطه قطع میکنه سینوس x نمودار سینوس رو، خط x رو. اینا فقط تو یه نقطه یه اتفاقی میفته، اینا گذرشون به هم دیگه میفته، پستشون به هم دیگه میفته. پس اینه که دقت کنید که وقتی که دو تا تابع با هم دیگه همارز میشن، رفتار این دوتا تو این نقطه ها، فقط تو این نقطه، نه کل تابع، از نظر مقدار یکی میشه. شما به تابع x 0 بدید چقدر میشه؟ 0. به سینوس 0 بدید چقدر میشه؟ میشه 0. هم f(x) مساوی x رو اگه بهش 0 بدید برابر میشه با 0، هم f(x) مساوی مثلا سینوس x هم ارزش رو بهش 0 بدید میشه 0. رفتارشون شبیه هم دیگه میشه. هم مشتق x برابر میشه با 1، هم مشتق سینوس گفتیم میشه کوسینوس x تو نقطه 0 برابر میشه با 1. یعنی اینکه هم حرکت دو تا تابع تو این نقطه وضعیتش به من ارزای یکسان میده، هم سرعتشون یا همون چی مشتقاتشون با هم دیگه برابره و این خیلی مهمه برای من که از این استفاده کنم تو حل مسائل بعدی. خب دو تا همارزی داریم که خیلی مهمه. یه دونه همارزی صفر توابع چند جمله‌ای. آقا شما بحث چند جمله‌ای ها بوده، این که گفتم یه قسمت‌هایش برای بچه تجربی هم مناسبه. هر تابع چند جمله‌ای میگه که وقتی که متغیر به سمت صفر میل میکنه با کوچکترین درجه x همارزه. یعنی همه رو رها میکنید، میبینید که این چند جمله‌ایه. تا دیدیم چند جمله‌ای x به سمت صفر با کوچکترین درجه همارزه. نگاه کنید اگه سوال کنن حد طرف راست چقدر میشه، حدش میشه 0. این هم که چند جمله‌ای گفتیم حد تابع مقدار تابع است میشه 0. پس حد دو تا تابع با هم برابره، یعنی اینکه با هم دیگه چی هستن؟ همارز هستن. این همارز توابع چند جمله‌ای تو صفره که کتابا بعضی اومدن گفتن همارزی کم توان. حالا به این صورت گفتن دیگه. توی بحث بعدی همارزی بی‌نهایت دوباره توابع چند جمله‌ای. توی این دفعه بی‌نهایت رو داریم. حالا وقتی که x به سمت بی‌نهایت میل کنه، یعنی چه مثبت چه منفی بی‌نهایت میل کنه، این دفعه با پدر بزرگ خونه همارزه، یعنی با بزرگترین درجه از x همارزه. پس من وقتی که نگاه میکنم 4x 7x 2x x داره به سمت بی‌نهایت میل میکنه و اینم یه چند جمله‌ای هستش، اون وقت بر اساس این همارز با 4x میگیرم. این مهمترین کاربردش تو بحث حد که معمولا هم نیم نمره امتحان نهایی رشته ریاضی و تجربیه تو فصل حد پیوستگی پایه 12 میخونن. من به یه حد برخورد میکنم، بی‌نهایت بر روی بی‌نهایت. خب میبینم که صورت چند جمله‌ایه، پس صورت رو میتونم بنویسم به شکل مثلا همارز با 2x. کتاب مجوز داده ها، کتاب درسی گفته میتونید بنویسید که این رو همارز بگیرم با 2x و اینم بین 5x به علاوه 1 همارز بگیرم با 5x. روش کتاب درسیه. برابر میشه با x ها ساده میشن، حد تابع برابر میشه با 2/5.
تو فصل حد اینو ازش استفاده کرده. ما اومدیم تمام ویژگی‌های چند جمله‌ای ها رو بررسی کنیم، ولی نکته مهم رو من خواهم گفت که اهمیت چند جمله‌ای ها رو برای شما تو اون نکته نهاییمون میرسونه. خب دیدیم که سینوس x رو من میتونم بیام تمام اون موارد رو بنویسم، بعد ولی گفتیم که هم‌ارز با کوچکترین توانه، یعنی من تا دیدم سینوس x رو میگم که یه هم‌ارزی مینویسم. اینو که نگاه کردم x به سمت صفر، باید شکار خودم رو انجام بدم. عزیزان دقت کنید، تمام منابع کمک آموزشی بازار بحث هم‌ارزی‌های مثلثاتی رو گفتن، دستشون درد نکنه. اما تو کنکور 402 وقتی که یه سوال مطرح میشه، من رصد کردم سوالا رو نگاه کردم، پاسخهایی که دادن تو فضای مجازی، کتابای کمک آموزشی عزیزانی که زحمت کشیدن کتابا رو نوشتن، انتشارات مختلف با رنگ‌های مختلف، اما دیدم که این رو ندیدن. من میخوام یه نکته عرض کنم خدمتتون، فراموش نکنید. دو تا دانشمند ریاضی، دو تا نوابغ ریاضی روزگار به اسم آقای تیلور و مکلورن، مثلا هر کدومشون متوسط 75 سال عمر کردن. 150 سال جمع عمر این دو نفر بوده. تمام هنرشون این بوده که بیان بگن که تابع رو ما میتونیم تو نقطه صفر این رو بست خودمون رو به اسم آقایان تیلور و مکلورن این رو بنویسیم. حالا من میخوام بگم که 150 سال اینا عمر کردن، هنرشون فقط همین بوده. حالا دور از انصافه، من تو نسخه کنکور سراسریم صفر رو ببینم یاد این دو نفر نیفتم. آقا من تا صفر رو دیدم باید یاد این دو نفر بیفتم که من میتونم هم‌ارزی سینوس رو یک جمله بنویسم، اینم میشه برابر با x که میشه حدش برابر با 1. کتاب درسی اومده این رو به همین صورت فقط گفته که این یکه، گفتم تو یه مثال ارائه کرده. خب سینوس x رو من میتونستم همه اون هم‌ارزی رو بنویسم، بعد اون هم‌ارزی x منهای 1 3 فاکتوریال x3، بعد به علاوه دوباره 1 5 فاکتوریال x5. گفتیم که هر چند جمله‌ای وقتی به سمت صفر میل میکنه هم‌ارز اون کوچکتره هست که x هست رو نوشتم. نکته که خیلی مهمه اینه که تو هم‌ارزی‌های مثلثاتی دو تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول این که کمان به سمت صفر میل کنه، نه متغیر. یعنی من با x کاری ندارم که به سمت چی میل میکنه، با کمان کار دارم، کمان به سمت صفر میل کنه. مثلا به عنوان مثال سینوس x منهای 1 رو توی صفر من هم‌ارزی نمیتونم بنویسم براش، من باید ببینم که کمانم به سمت صفر میل کنه، این هم‌ارزی نداره. اما اگه سینوس x منهای 1 کمان به سمت صفر میل کنه، حالا هم‌ارزی داره. این تو آونگ مخروطی برای تتاهای کمتر از 6 درجه مثلا میگیره با خود تتا هم‌ارزه. باید کمان به سمت صفر میل کنه، یعنی زوم نکنه رو متغیر. نکته دوم توی سوال بعدی مشهوده، هر وقت من هم‌ارزی می‌نویسم تو حد باید صفر نشه. اگر صفر بشه باید دو جمله بنویسم که این اتفاق برای من نیفته تا من بتونم مسئله رو به راحتی هدف قرار بدم. پس اینجا حدش برابر با 1 شد، به جواب 1 ما رسیدیم. سوال بعدی سوالیه که 3 نوبت سوال کنکور سراسری بوده. من راه‌های مختلف میتونم اینو حل کنم، اما از هم‌ارزی حل میکنم. من اول شیوه دانشگاهی این رو حل میکنم، بعد شیوه کنکور سراسری کتابایی که این رو به جواب رسونده رو میگم خدمتتون. شیوه دانشگاهیش اینه که مبهم دوباره 0 که بچه‌ها تو حسابان خوندن، رفع ابهام 0 اینجا مبهم 0 بخوام رفع ابهام کنم، اگر من یه جمله بنویسم به جای سینوس بنویسم x، مشکل حل نمیشه، هم‌ارزی میشه 0. هم‌ارزی نباید 0 بشه. تو دانشگاه دو جمله می‌نویسن، یعنی میگن که x رو می‌نویسن منهای یه دونه x رو می‌نویسن، یه دونه 1/6 x3 رو می‌نویسن، یعنی همون 1 فاکتوریال تقسیم بر x3. حالا x ها با هم دیگه خط می‌خوره، منفی منفی مثبت، 1/6 x3 به روی x3 به راحتی به جواب 1/6 گزینه 3 میرسم. این حل دانشگاهیشه. تا میبینم هم‌ارزی میشه 0 یه جمله اضافه. مثلا اگه این کنارش x6 هم بود، اون وقت تا x5 میرفتم، یه جمله بیشتر مینوشتم. نکته که خیلی مهمه اینه که x منهای سینوس x رو حالا میتونم هم‌ارزی بنویسم، کلا 1/6 x3 تو صفحات بعدی شما خواهید دید. پس x منهای سینوس x رو من میتونم به عنوان هم‌ارزی 1/6 x3 مد نظر قرار بدم که تو کتابا اومدن همین رو گفتن، یعنی از هم‌ارزی‌ها فقط اومدن گفتن این هم‌ارزی‌های مثلثاتی رو حفظ بکنید.
که اینو 1/6 x رو بنویسم شکار کردم و x با x ساده میشه، به جواب میرسم. این رو خواهید داشت تو سوال بعدی. یا مثلا برای 1 منهای کوسینوس x رو اگه بیام یه جمله رو بنویسم، 1 رو بنویسم جواب نمیده، باید 2 جمله رو بنویسم. اما اینجا 1 منهای کوسینوس x هم تو صفحات بعدی، حالا من این رو دوباره یه مرور خواهم داشت، 1/2 x2. هر جا اینو دیدید با 1/2 x2 هم‌ارزه. این قابل تعمیم هم هست، به توان m هم برسه میشه 1 منهای کوسینوس mx هم باشه، x به سمت 0 برسه باشه میشه m² x2. پس همین که من اینو شکار کنم 1/2 x2 میشه یه هم‌ارزی بنویسم 1/2 x2 به روی x2 برابر میشه با 1/2. کار منو تو حد خیلی ساده میکنه و مسئله رو میتونم سریعتر و زیباتر به جواب برسونم. اینجا هم‌ارزی‌ها رو من اشاره کردم که اون هم‌ارزی‌هایی که استفاده کردم، سینوس x میشه هم‌ارز با x، اینا تو نقطه 0 هستن که داره مطرح میکنه، تو نقطه 0 سینوس x هم‌ارز x. تانژانت چون سینوس به روی کوسینوس هست، کوسینوس 0 1، تانژانت هم این هم‌ارزی رو داره و 1 منهای کوسینوس x 1/2 و 1/6 x برای x منهای سینوس. خب البته میدونید که این هم‌ارزی‌ها زیاد هستن، یه 4-5 تا دیگه هستن، منتها ما فقط اینجا هدفمون بحث نگاه آخریه که هنوز من نگفتم خدمتتون که این 2 تا نگاه رو شما داشته باشید. فعلا یه عکس بگیرید تو ذهنتون داشته باشید که x منهای سینوس x هم‌ارز با 1/6 x و 1 منهای کوسینوس x هم‌ارز با 1/2 x2 هست. این مشکل ما رو تو چند تا سوال حل میکنه. بله، رسیدیم به سوال کنکور 89 بچه‌های ریاضی. این میتونه برای بچه‌های رشته تجربی هم سوال باشه که گفتم که خوبه که بچه‌های تجربی هم به این نگاه کنن. کتابای بازار اومدن گفتن که آقا f لیمیت f x منهای x رو میخواد، من باید مشخص کنم که این سمت چپ 0 چه وضعیتی داره. اومدن اینو تعیین علامت کردن، یعنی اومدن x منهای x رو مساویه با 0 قرار دادن، از x فاکتور گرفتن، بعد 3 تا ریشه داره، یه ریشهش 0، 2 تا ریشهش هم مثبت منفی 1. این حرکتی کتابای بازاره، تمامشون همینجوری حل کردن. بعد اومده تعیین علامت کرده، عبارت x منهای x رو گفته که یکیش منفی 1، یکیش 0، یکیش 1، اینم مثبت بی نهایت، منفی بی نهایت. از سمت راست حرکت کنیم، حرف اول رو پدر بزرگ خونه x به توان 3 میزنه و مثبته. بعد اینا ریشه های ساده هستن همشون، به ریشه ساده برسه این مثبت تغییر علامت میده، دوباره مثبت، دوباره منفی. هر 3 تا ریشه ساده هستش. با رسیدن به ریشه های ساده ما تغییر علامت داریم. حالا اومده رو مرکزیت نقطه 0 منفی اومده بحث بکنه که آقا 0 منفی یعنی سمت چپ مثبته. پس اینجا که 0 رو قرار بدم میشه 0، این 0 مثبته. 0 مثبت کجا تعریف میشه؟ تو ضابطه بالایی تعریف میشه و 0 رو بهش بدم برابر میشه با 1. جواب رو 1 فرض کرده. عرض کردم 2 تا دانشمند ریاضیدان اومدن به نام آقای تیلور و مکلورن، اومدن توجه شما رو به نقطه 0 معطوف کردن که آقا 0 رو نگاه کن، هیچ کدوم از منابع آموزشی بازار اینو توجه نکرده. آقا این 0، اینم هم‌ارزی بنویسم دیگه، هم‌ارزی چند جمله‌ای ها. هر چند جمله‌ای وقتی که داره به سمت 0 میل میکنه با کوچکترین درجه x اون هم‌ارزه. یه هم‌ارزی بنویسم، کوچکترین درجهش منفی رو ببینید، منفی x. حالا به سمت 0 منفی، 0 منفی پشتم یه منفی میشه 0 مثبت. یعنی از هم‌ارزی من اینجا استفاده کردم دیگه، اون داستان تعیین علامت رو نداره. 0 مثبتم که 1 منهای x ضابطه بالایی، 0 رو قرار بدم به همون 1 جواب مسئله خواهم رسید. به زیبایی مسئله حل میشه. توی سوال بعدی یکی از مطالبی که بچه‌ها میخونن، بچه‌های رشته ریاضی، وقتیه که مشتق راست و چپ تابع پیوسته است. مشتق راست و چپ با همدیگه برابر نیستن، 2 تا عدد متفاوت میتونن باشن که نقطه زاویه دار زاویه میسازه. حالا اینجا اومده گفته که زاویه بین خطوط موماس، چون گفتیم که خطوط موماس یعنی همون مشتقای راست و چپ.
تابه رو گفته که تو این نقطه به دست بیارید. من تا نقطه رو میبینم یاد اون 75 سال 150 سال 2 تا دانشمند عمر کردن که من این صفر رو میبینم آقا این فراموش نکنم یه هم‌ارزی بنویسم. پس به جای این هم‌ارزی مینویسم هم‌ارز تانژانت هم x بود. خب قدر مطلق x یه دونه هفتی شکل زاویه میشه 90 درجه بر همدیگه عمودن و به راحتی کنکور 71 به جواب میرسه. این نقش هم‌ارزی، عرض کردم دو تابع هم‌ارزن یعنی رفتار اونها از نظر مقدار تابع و از نظر مشتق یکسانه. پس من میتونم چیکار کنم؟ یه هم‌ارزی رو بنویسم چون تو نقطه صفره. بله مثلا اگر تو نقطه پی بود دیگه من نمیتونستم هم‌ارزی بنویسم، ولی تو نقطه صفر این اتفاق برای من رقم خورده. یکی از سوالایی که مهمه و دانشگاه آزاد هم مطرح کرده بود میگه که تو نقطه صفر تابع x منهای سینوس x چگونه است؟ من باید اینجا آزمون مشتق اول رو و مشتق دوم یعنی دو بار مشتق بگیرم، هر کدوم تعیین علامت کنم، ولی من تا نقطه صفر رو میبینم و تا x منهای سینوس رو میبینم یاد 1/6 x3 میافتم. نمودار x به توان 3 رو من میشناسم. نمودار x به توان 3 دارای چی بودش؟ دارای عطف بود و به زیبایی تمام مسئله چی میشه؟ حل میشه. این کمکیه که اون دستورهای هم‌ارزی ها به ما میده. بله در کنکور سراسری 83 سوالی مطرح میشه که این سوال خیلی مهمه. من نگاه میکردم سال 61 این امتحان خرداد ماه دبیرستان البرز بوده. این سوال امتحان خرداد ماه دبیرستان البرز بوده. تو این سوال گفته که مشتق مرتبه سوم داره این تابع دو ضابطه‌ای، یعنی باید اولا پیوسته باشه، یعنی مقادیر تابع یعنی که این صفر بدیم با هم برابر باشه. بعد مشتق سوم داره یعنی مشتق اولا با هم برابر باشه، مشتق دوم برابر باشه، مشتق سوم، یا بتونم من به جواب برسم. اما من نگاه میکنم وقتی که مشتق سوم داره، وقتی که مقدار این دو تا با هم برابره، بعد میرم سراغ حدشون برابره منظورمه، بعد اینکه مشتق بالایی با پایینی برابره، مشتق اولشون برابره، مشتق دومشون، بعد نقطه صفر رو دارم میبینم، متوجه میشم که اینا با هم دیگه هم یکی هن. این دوتا باید با هم یکی باشن که این رفتارای حدشون، پیوستگیشون، مشتق اول دوم سوم برابر باشه. یعنی این تابع چیزی نیست به غیر از همون چی 1/6 x3. پس چی جای a نشسته؟ 1/6 و این هم که برابر با 3 خواهد بود و به زیبایی تمام x منهای سینوس x رو که نگاه میکنیم شاهد حل این مسئله هم خواهیم بود. اما سوالی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینجاست. این سوال توی کنکور سراسری مطرح میشه و اینجا متاسفانه تمام منابع آموزشی که بازار رو نگاه میکنید این رویکرد به مسئله نداره. این سوال توی کنکور 402 ریاضی مطرح شد. اول اینکه من g(x) رو به دست بیارم که g(x) چی هستش؟ g(x) رو به دست بیارم، یک میاد این طرف میشه f(x) منهای 1 به یه x هم تقسیم میشه که اینجا این g(x) ما هستش. حالا گفته که لیمیت این تو نقطه صفر چقدر میشه. خب این تعریف مشتقه که میشه f(x) منهای f(0) تقسیم بر x منهای 0. این تعریف مشتقه. این یعنی همون f' صفر. یعنی سوال از من مشتق صفر رو خواسته. همه اومدن مشتق گرفتن. یادتونه 4 مرحلی رو گفتیم که ضریب ضرب در توان پرانتز به توان یکی کمتر در مشتق پرانتز. اما هیچ کدومشون نیومده بگه که آقا این x مساوی با صفره، این سینوس x، یعنی من f(x) رو میتونم بنویسم، به جای سینوس بنویسم x جاشون رو عوض میکنم، اینم میشه x به اضافه 1 به توان 2. مسئله کلاسش خیلی میاد پایین‌تر، سطحش خیلی میاد پایین‌تر. متاسفانه این رویکرد و منابع آموزشی کمک آموزشی بازار نداشتن که بگن که 150 سال 2 تا دانشمند عمر کردن، هنرشون هم این بوده که آقا سینوس رو دیدی شکارش کن، تو نقطه صفر میتونی بنویسیش برابر با x. اما نکته قوی تری که من میخوام اینجا اشاره کنم اینه، ببینید چند جمله‌ای ها چقدر مهمه که این چند جمله‌ای ها اولا چند جلسه است که وقت ما رو گرفته
در ثانی انقدر مهمه که آقای تیلور و مکلورن میان تابه رو به یه چند جمله‌ای تبدیل میکنن. یعنی میان سینوس x رو هم‌عرض میگیرن تو یه نقطه به x. یعنی میخوان رفتار یه دونه تابع، ما گفتیم که توابع ما 3 تاش متعالی هستن: توابع نمایی، توابع مثلثاتی و توابع خدمتتون عرض کنم که لوگاریتمی. این 3 تا تابعی که خیلی مهم هستن رو اومده این توابع متعالی رو بر اساس بسط تیلور تو نقطه 0 یا مکلورن تو نقطه 0 یا نقطه A اومدن به یه چند جمله‌ای تبدیل کردن. مثلا دیدید که سینوس x رو نوشتن x منهای 1/6 x به علاوه الی آخر. یعنی توابع چند جمله‌ای چقدر ارزش داره که ما به کمک این بسط با این روی کرد توابع متعالی مثلثاتی نمایی لوگاریتمی رو داریم به این تبدیل میکنیم. این اهمیت توابع چند جمله‌ایه. آقا مسئله رو حل کنیم. y پریم مساویه با ضریب ضرب در توان پرانتز به توان یکی کمتر و مشتق. این تابع هموگرافیکه، قطر اصلیش میشه 1 به علاوه 1 میشه 2. اینم که خدمتتون عرض کنم که برابر با 2. بله، x به علاوه 1 به توان 2. این مشتق داخل پرانتزه. حالا من به x ها بدم 0 ببینم که چی میشه. تو نقطه 0 خواسته، مشتق تو نقطه 0. به x ها بدم 0، اینجا جواب من به دست میاد. به اینم بدم 0 میشه 2 منفی 1 ضرب در 2 میشه منفی 4 و به جواب گزینه آخر میرسم. اینا مطالبی بود که خدمتتون عرض کنم که در رابطه با این بحث باید ارائه می کردیم. ما تا اینجا تونستیم که چند جمله‌ای ها رو به این سطح برسونیم. به امید موفقیت. خدا نگهدار.